سلام بر شما دوستان عزیز. امروز اومدم با یه پیتزا فوق احساسی، جمع فوق احساسی تر جمع بگیری تا دوستان عزیز دیده و شناخته تر باشن. و اما حالا اینجا رو ببینه. اینجا آریا چک خواهم میریم که داشته باشیم. برنامه یه چی در حاضر نگاش کن. آقا مزاحمت ایجاد نکن، برو اون ور. گوشی تو بگی، گوشی تو بیار بالا، گوشی تو بیار بالا. گوشی تو نشونمون بده. گوشی تو نشونمون. مسائل شخصیه. همون کاری که بچه‌ها شما بچه سالا آندرجای بچه سالی چی حالتون؟ بسی که اون ور بابا خسک. آقا برو اون ور. خب اینم از این گوساله. وسایل پیتزا به راهه. میخوام یک کات احساسی بدم. یه دست نوازشی به روی سر اینها بکشیم. حمال بذار پایین. یکم راه برو. ما رو برداشت از اون ته برد اینجا. 2 ساعت دوباره باید برم راه برم. من تو خونه بزرگ زندگی میکنم. کی به کیت دلغک رو یاد داده؟ من کیاری دلمک کسی؟ آریا دلمک. این چیه؟ دشمن کالباس ایرانی داریم اینجا. با کجا میدونی ایرانیه؟ چون هم مغازه ایرانی خریدیم. کالباس ایرانی کال به این رو دادی فعلا من اون دور بیا. آه درو نگاه خب اینو باید بریزی اونجا. آره داداش بذار این سوسیس‌ها رو یه صفایی به دلشون بدیم. سوسیس‌ها رو بیا اینم برای آریا چون رژیمه، اینم برای داشت بازم. سوسیسه نگاه چقدر کلفت سوسیسای پیتزاش. سوسیس شکاری گرفته میخواد باش پیتزا درست کنه. صدای نیاته. چقدر خوشمزه است. کدوم خوشمزه است؟ ببینم بچه‌ها پخته شده ها این سوسیس کامل. بابا رو اون که احمق. بچه اینم نوشیدنی های غیر مجازه. خوبی؟ چی داری میخوری؟ ماچایی؟ داشت این آبجوشه. ببین دوستان عزیز برای مانکیسی دلغک آدمایی که متمدن نیستن همچین چیزی ساخته شده. میبینی؟ دقیقا این برای مانکیسی. اینو بده به مانکیسی. مثلا اگه 2 تا کلاس مدرسه رفته بودی الان میدونستی چی. بذار آها حالا شد میریم که داشته باشیم. داری که چقدر اسکی میکنه از من. هایدا اسلامی، کراکوف اسلامی، پیتزا میخواستیم بزنیم پیتزا اسلامی، همه پیش اسکی من. پیتزای من چند وقت دیگه اگه اسمشو نذاش پارسالیپ هیچ وقت چیز نشد. خیارشور بهترین چیز. بزن ببین یه آبشو باید یکم نگیریم. آبشو بخور. آبشو بزن. مانکیسی بعد از 40 سال میخواد آشپزی کنه. خدا رحم کنه که چی قراره. سوسیس کالباسش اون سوسیس کالباسی نبود که من بخواستم. تو حلقه یه نام به ما بدید. نگاه کن عزیزم. live it don't yes no we gonna do go sit خیارشور 1 و 1 yes brother we help you don't worry. 1 و 1 2 حال میده نه؟ بهترین اسنک دنیا چه حالی میده. یه کیت اینجا سایرنم با خیارشور رو میزنیم. یه کیت اینجا سایرن ویدیو رو آبدار میکردم برد. انشالله بعد غذا آبجو هم خوردم. آبجو خیارشور منم دلم خواست اونجوری گفت آبجو هم خوردم. چه دوربینی داره برای فیلم برداری. آقا منم میرم این نه این آیفون ها نگاه دلغک به سامسونگ میگه آیفون. Yo what's up baby اینجا کن like this مانچستر میگه دماغشو اینجا اینجا
خدای من نورمالم تو همه اینا. خفه شو بابا. منو ببین. اینجوری میکنه اینا. آره اینجوری کن. منو ببین. بیا لبخند نورمال اسمایل. مرشود از همه نورمال تره. مرشود لبخند فیک داره اینجوری نه؟ کتک خورای توی کلاس ناموسن. شبیه قاتلاست میشه. این سریال کیلرهای مودی چاقو گیر دستت بیا اونجا. چاقو رو بردار بیا. اینجا نگاه این فوکسه. بهش میخوره دیوونه باشه ناموسن. اینجا ببین. این چیه؟ کیندر. کیندر یعنی کیندر. یعنی ایندر کیه؟ کیندر. کیندر. ترکان. از گوشی من بگیر، از گوشی من بگیر. گوشه توه دیگه. آره از خود گوشی فیلم بگیر. چی میگه؟ نه ساجی. چی میگی موتور؟ ایستگاه قم کرد داشتم پارسا. ببین این یه تیکه این ویدیو رو حتما ببینید که چقدر این بانمک و یعنی تو دریای شورم بیفتی شیرین یاجی واقعا میاد شیرین عقل رو به درد نخور شیرین عقل دریا شورم میفته شیرین عقل یاجی این چیه؟ داشما این چیه؟ اوه چه بود گیاه میده؟ آقا این معنی کالباسا رو چجوری خریده؟ این گوش داره ولی دیگه پاسترامیه دیگه. داشت تو با این چجوری میخوای 4 تا پیتزا بدی؟ با وایت من الان بهت میگم من اضافه آوردم وسایل لازم بنده خدا باورتون میشه؟ ریسیبیل جدید به داشت پارسا خیلی نمیاد ولی گنگ شدم آجی میدونی؟ یو قدت بلند باشه ایکلت گنده باشه همه چی بهت میاد بیادش من بکنم ویدیو خودم یه ارگام شد یه پاز بزن میریم برمیگردیم تو داشته باش. خدافظ. شما در حالت آماده باش دارن قرار میگیرن دوستان. پاسترامی رو گذاشتیم روشون، پنیر زیرش قرار گرفته و گرین پپر داره به روی پیتزاها اضافه میشه که این پیتزاهای نوساز که واقعا این پیتزاها دیگه این دفعه واقعا نوسازن قراره که تقدیم نگاه گرمتون بشه. پارسا جان حرف و حدیثی؟ یه شات بزنیم اون وسط جان بیا اینجا داشت بیا اینجا اینو میخوریم غم نخوریم اینو میخوریم میریم اونجا که غم نباشه. چیز سلامتی شما. خوشحالی شادی برای همه آدمایی که دارن ویدیو رو میبینن توسط پارسا. بیبی آقا من از الان دارم میگم این کالباس مرغی که گرفتیم یه ذره یه جوریه مثلا اون کالباسای هایدایی اینا خودمون نیست متاسفانه و امضای کار همین کالباس مرغه بود که نشد اون چیزی که من میخواستم. حالا خوب شده که نه مزدش یه جوریه یه جوریه میبینی شبیه کالباسای اینجا مثلا شبیه قزروف میمونه سفته اصلا فهمی؟ کالباس مرغ خود خاندایی ها خوبه آجی کالباس مرغ میخورن اینا اگه آره والمارت داره سیفی نداره خداست من همیشه میزنم ترکیه اونا فکر کنم. نه چیزم هست یه برند حلاله اینجا داریم. آها همونه پس بچه ها کامرمن متاسفانه چون نمیتونه جلوی کیت براتون از استعدادهای نهفتش پشت داری میزنی ها؟ بابا حیف که اینجا کمپ نیست وگرنه دوتا میزدم پیتزا طعم اونو بده ته بگیره پیتزا رو. ما کرخوری رو برقرار کردیم با دوتا شات حرفه‌ای یه کاری که از دستم برمیاد دوستان عزیز. آریا جان حرف و حدیثی اگه داری برای بچه گل توی خونه از اونجا بزن که داشته باشن راجع به این پیتزا حرف و حدیث. اومدن تو خونه من دارن میرینن تو آشپزخونه به جای اینکه غذا رو برسونن دارن مشروب میخورن. نمونه دوتا آدم بیشعور بی‌مسئولیت میشه این دوتا ناموسن. برو بگیرش. تازه امشب همینجا چتمون رو انداختیم بخوابیم و همینجا بخوایم مشروب بخوریم و رو بزنیم و اشکال ما همینجا خراب شیم. چشم آریا که اکسر کور شه. جدا چت کنین فرسون با هم بریم دیگه چه کاریه؟ حالا برام خونه همینجا این اتاق میخوایم خیاری بخوریم. ببین
پیتزا رو خوردیم، عرق خوری هم داریم میکنیم. میلیون آجی، یه قلیون بریم بخریم. آخ باید بریم اونم بگیریم. آجی نمیشه فردا تو این برنامه ویدیو قلیون روشن کنیم وسط گستیون داشت. گردون ببریم هتل. ببین فرض کن تو فرمانت همچین کاری با اولین ایرانی میشه که همچین کاری کرده. قلیون تو فرمانت دیگه همونجا یه قایق میگیرن ریپورت ها؟ از اینجا؟ نمیریم میگیریم بابا $50 میکنیم خودم بخرم. آقا این کاریه در آورد استاد. این قبل کار میریم که بعد کارو یه بشکم بزنید ترانزیشن بکنم. اینجا داریم پیتزای داشمان سرو میکنیم. دو تا دیگه شا نشد دوستان عزیز. مست شده فاز ابی گرفت. داداش خرابت کردم با این یه شیشه. خراب مرابمون کرد داغونمون کردی. فردا هم قرار بریم زنبازی. خوبی؟ چخ روانه هم بگیرنت داشمان. اوه کارو بگیر پرگوشت و پربرق و پر داشمان اجدر کثیف خودت بودی؟ خودمون بودیم داشت رای دوری نمیرفته. یه رستوران نزنیم تو اینجا؟ آقا بیاید everybody بیاید. Come here everybody. برو اونا رو بذار اون تو بعد بیا اینا رو ببر. میان الان اینا Careful پیتزا with the میخوام. oven, brother. Take it. I know. We're gonna put 2 more. Ooh la la. Good. Okay. مرشول. برای مرشول صحبتی نداری؟ اینجوری میاد آقا. I'm not sure. I think. با انگلیش کنید داشت پارسا اینجوری. داداش دوتاش پیک زدیم سیویل دیشو. چقدر بهم نمیاد. منو بگی داشت تطلو این مکرد بنده بوده. چاکریم داشت دهم برامون نمیخونی. No, as in. آریا تاسکاو بگیره ویدیو یا Hey, what's up, man? پیتزا آماده شده ما کیسی. دوستان عزیز از 10 تا 10 به این پیتزا چه نمره میدی؟ از 1 تا 10 پیتزا کلش رفت. اوه گود. 10 از 10 خدایی واقعاً این پیتزا ایرانیه. ناموسن خدایی از 10 از 10 چقدر It's so good. 10 میدم. پارسالی چند؟ 1 از 10 من نمره 20 رو میدم. So much. داغه؟ Is it? Be careful with these things. Okay. آخرش چی لیاری کنسر رو ما شاد نزد بگیر ازش. خیلی خوشحالم که این غذا رو این دلغک درست نکرد. چرا آجی این هم کوکتلای احساسی درست میکنه اسلامی. پیتزا یکم کلوفتر میشد. What's the name of this pizza? خب پیتزا مان کیسی سپیشال. Tell me please be honest. خواهشاً راستشو بگید. راستشو بگو. الان میگه این یک. نمیخوای بذاری؟ چرا الان میذارم 10 Oh, it's amazing. Oh! 1 to 10. 10. Oh. It's full of stuff. میخوام پیتزا فروشی وا کنم بریزید تیکه تیکه کنید پیتزاهای کیسی رو. پیتزا کیسی با دلیوری رایگان برمیگردیم. 2 تا دیگه رفت تو کار که در بیاد. داداش بیا چرزتو بزن. خوبی؟ بعد از 20 سال بیشتر نه بابا بچه بودید که جلو من مشروب جرأت نمی‌کردید بخورید. بعد از 15 سال من تحصیل بودم بزرگتر. یه دونه تاخمسته بشید 33 سالمه پیر شدم. یه دونه آخر عمرم. شات داریم با هم میزنیم بعد از 15 سال. داداش به سلامتی تویی که داری این ویدیو رو. به سلامتی. ما گفته بودیم هر جا باشیم که فکر می‌کرد تخم زیاد داره تا ما رو دید. سلامتی هندونه که فکر می‌کرد تخم زیاد داره تا وقتی که چاقو رفت. نمیتونه بیاد به کمکت.
حرف حدیثی اگه برای بچه گل توی خونه داری بگو. بگیریم دستت بیا بالا به مولا که چیه؟ بیا برمیگردم زنگ زدم به من میدونستم نباید بیام چون یه صداهایی اینجا به گوشم میرسید ولی گفتم بیام ببینم چه خبره نباید میومدم همین دسترم داره میاد داداش متاسفانه به مولا که داشت ریستیبیل جدید داریم مکسیکو سیتی بوی Amigo in the house. همگی با هم موهاتون رو زدیم؟ بله ناکن مشون اینجا موهاشو زد همگی با هم داداش به مولا که چی؟ من موها بزنم Kazuki in the house. ماشین داریم الان بزن کچل کن ماشین بیارم بزنیم دمتون گرم. آقا داشت هاوشو داشت مان کیسی از خوبای دیگرار مولا که چی؟ Kazuki in the house homies. کاوازوکی همون پولساره پدر سگ فتیش پاکه نیست کفه پاش تخم سگ در سگ دیونه است آقا کپی رایت خوردی Yes, kind of. اینو باید بچسبونی اونجا دلغک. خب دوست بابا دهنت سرویس من انگول میکنم مردان انگوش یه رو دیگه کره خر. کوره خر خب کجا بچسبونم پیت کسن چرا من داری از پایین میچسبونی؟ اسکولی؟ مسته خفه. اینجا خوبه؟ کجا بچسبونم اینه کیت کسن در چونت. در سگه تخم سگه. بابا بچه دوست کجا بچسبونم اینو من There you go. خب کجا بچسبونم Where should I put it in? You have to put it up پارسا یکشو وسط بذار چون سه تاست خب قشنگ وسط وسط که میخواد چیز آره وایسا نه نذار بذار که اونجا آقا واقعا نرینید. Once upon a time. Listen to her. بابا Please. once upon a time. Please listen to her. Where should I put Okay, it? one in the middle and then two. No, but no here, I'm here from up like this. You see? Oh From here? up. Here? No, Islam, look at me. No, from up, top like also. this. Here Okay, but is it middle? نه وایسا پارسا It's ببینم fully middle Middle? It's fully Okay, middle stick. خب حالا یه دونه‌شو And I آویزون think کن 30 seconds you have to press. At the end of the story, Mon Casey was the person who told them. آخر این داستان ماها کیسی بود که گفت این داستان رو چجوری بچینید و بچسبونید و برید و بیاید و فلان قطعش Yes. دوستان عزیز در خونه بیا تو ولاگ خود نشون بدم بچه‌ها پاره خنده. بیا این امیر رو ببینیم چی میخواد بهشون آماده بیا جلو خوب بگیرم بیا امیر دلغک خان رو ببینید هنگول رو ببینید مگه میشه؟ دارم منو بولی میکنم چقدر شبیته منم خب دارم میگیرم دیگه بیا میخوام بچه‌ها لایو خیلی شبیه ما تازه خودش هم سکسی Fuck off guys fuck off please مرسی گاییدی ما قیافه ما رو برو پیتزا رو زدیم everyone حرف و حدیث شب خیزه پیتزای ناموسن خوبه بود میتونم بگم واقعا مثل پیتزای فسفودی ایرانی ولی خفن‌تر مثل ایران بود نه جون داداش واقعا از یک تا 10 چند دادی میدم میتونی بهترم درست کنی من 9 میدم چون هیچ چیزی تو این دنیا پرفکت نیست بعدم باشه صحبت ریزی من دارم بله این پیتزا بسیار خوشمزه بود عزیز دلم قربونت برم پیتزا جدی شبیه پیتزای معمولی آشغالی بود نظرشه دیگه واقعا شاید دوست داشته نداده نظرتو بگو واقعا چون داشمان درست کرده بود امیلا چای کردم
ولی چون مامان درست کرده بود ما نمره 20 رو بهش میدیم داشت. آشی هرچی بپزن 20 تو هم که اصلا نخوردی بله، ولی عجب کلا حرف و میتونم حدیثی داری میتونی برای بفهمم، بچه میتونم گلشون بفهمم. بزنی. بچه‌ها من یه سوسیس زدم. سوسیس می‌خوام. آبدار میکنه آهنگ جدید سلطان فیلم بردارای دنیا مخلصم دروغ میگه من آروغ زن تمام مردای دنیا. نگو آقا این ویدیو همینجا با همین جمع به پایان میرسه. دوستتون داریم خیلی زیاد. چشماتون هم خیلی میاد.